روزایی هست که زنها عادی نیستن. اونا یه سری حرکت‌ها و رفتارهایی دارن که میخوان با اونها بهتون نشون بدن که اگه بیای جلو، اگه بغلم کنی، اگه بوسم کنی، منم اوکی‌ام. اگه رابطه بخوای منم میخوام. از اونجایی که اکثر خانم‌ها اونجوری نیستن که بیان درخواستشون رو مستقیم به آقایون بگن، توی این زمینه هم روزایی که تمایلات جنسی دارن هم مستقیم نمیگن. یه سری حرکت‌ها و رفتارها دارن. حالا به اصطلاح نمیدونم درسته بگیم، یه سری کرم میریزن که تو متوجه بشی، بری یه لمسی چیزی داشته باشی، اینا دیگه بگیرن و ولن کنن. یکی از این نشونه ها نگاه خیره و مکسی به لب هاست. اینجور مواقع خانم به لب‌های شما یه جورایی خیره میشه. اصلا کلا خیره شدن به لب‌ها و به چشم‌ها، به اجزای صورت، اینا نشونه هایی از یک نگاه های مکسی جنسیه. توی یه روز عادی زن وقتی که به شما نگاه میکنه، خب به اجزای صورت شما به همه چی نگاه میکنه، نگاه خیره شدن و مکسی نداره. اما روزای غیر عادی به اجزای صورت شما، به چشمای شما، به لب‌های شما خیره میشه. موقع صحبت کردن سرشو کج میکنه، یا اینوری یا اونوری، یا هی عوضش میکنه، یه وری بالاخره خلاصه قش میکنه. اگه دور و بر شما آینه باشه، میره جلو آینه، هی خودشو برانداز میکنه، نگاه‌های خیلی با شوق و ذوق و سکسی به خودش هی تو آینه میندازه، بلکه تو هم متوجه بشی، یه ذره سر شوق بیای. شاید اون موقع یه خورده هم اگه تو متوجه نشی هنوز تو اون نگاه‌ها، میاد میگه که مثلا نظر در مورد مثلا شکمم چیه، یه خورده آب شده نشده، نمیدونم، نظر در مورد که یه چیزی در مورد اندام خودش، یا یه تعریفی میکنه یا یک سوالی از تو میپرسه. وقتی یه زن تمایل جنسی داره، میخواد که ارتباط بگیره، میخواد بغلش بکنی، میاد یه چیزی پیدا میکنه که از تو تعریف کنه. مثلا پیرهن تنت رو شروع میکنه به تعریف کردن که این پیرهن چقدر بهت میاد. حالا وقتی داره این تعریف رو ازت میکنه، به جای اینکه مثلا یه روز عادی به پیرهن نگاه میکنیم، خیلی عادی میگه که چقدر پیرهن بهت میاد، چقدر خوشتیپ شدی باهاش، اما تو روز غیر عادی به اون پیرهن نگاه نمیکنه. هنوز داره به لب‌ها و چشمای شما خیره نگاه میکنه و از پیرهنتون تعریف میکنه. نه همه ناخودآگاهه. توی روز عادی خب زن میگه که چقدر این پیرهن بهت میاد، چقدر خوشتیپ شدی. روز غیر عادی وقتی که به چشمای شما زل میزنه، خیلی آروم به شما میگه که چقدر پیرهن بهت میاد. ببین این با اون چقدر فرق کرد. یا وقتی که به لب‌های شما خیره است، به شما میگه که این مدل مو خیلی بهت میاد، خیلی خوشگل شده موهات. خلاصه این که کلن اون چیزی که داره تعریف میکنه یه بهانه است. شاید خیلی هم اون چیز واقعی که اون لحظه میگه نشدی، ولی اون باید یه تعریفی بکنه، یه استارتی بزنه، یه دلبری از شما بکنه و این نگاه های مکسی و آهسته و حالت خمارگونه رو به لب شما، به چشمای شما اینها داشته باشه. حالا وقتی که داره تعریف میکنه از مدل مود، از حالا استایل اون روزت، اون پیرهن تنت، تمایل داره که لمس انجام بده. ببینید میگم یه روز معمولی یک زن خب تعریف میکنه که چقدر بهت میاد، چقدر خوشتیپ شدی و تموم شده. اما یه روز غیر معمولی که رابطه میاد جلو و اون پیرهن رو لمس، به بهانه اینکه اون پیرهن چقدر بهت میاد و لمس انجام میده. اگه از موهای شما میخواد تعریف بکنه، یه سری به سر گردن شما میکشه، اون با اون پایین ماینه که داره تعریف میکنه گردن شما رو لمس میکنه. حالا توی این شرایط اون لمس رو انجام داد، یه کوچولو میره کنار. اگه شما هم حالا یه لمسی انجام بدید، حتی به غلط، حتی به اشتباه، منظوری نداشته باشین، اون میچسبه و این لمس شما رو همراهی میکنه و میره جلو. حالا خودتون میدونید دیگه، وقتی یه زن تمایل نداره، شما مشخص ترین لمس رو انجام بدین، بغلش کنید، بوسه میپیچونه. اگه نخواد، زنها خیلی خوب میدونید که خیلی خوب بلدن که بپیچونن، اما اگه خودشون بخوان دیگه یه کوچولو سرانگشتت خورده، دیگه بازی شروع شده. لحن، یکی دیگه از نشونه ها لحنه. وقتی که زن تمایل جنسی داره، ببین دست خود زن نیستا، لحنش خیلی آروم، تون صدا میاد پایین، میفته انگار اون فشاره، کلمات کشیده میشن. ببینید خیلی عادی. ببین یه روز عادی آدم میگه که پیرهن چقدر بهت میاد، خیلی بهت قشنگ شده، خیلی خوش تیپ شدی. توی یه روز غیر عادی، پیرهن خیلی بهت میاد، خیلی قشنگ شدی با این پیرهن. اگه زن اهل قربون صدقه رفتن باشه، خب توی این روزایی که یه ذره تمایلات جنسیش بالاست، قربون صدقه ها رو خب زیاد میره، اما هی بی دلیل هم میشه. مثلا شما بهش میگید که مثلا اون عینک من از اونجا میاد تو داشبورد میدی، بعد مثلا خب یه روز عادی آدم میگه که بله عزیزم بفرمایید. خب این یه روز عادیه، یک زن خوش اخلاقه، البته مهربونه. اما اگه که مثلا یه خورده تمایلات داره اینا،
بله بیا قربونت برم، بیا عزیزم، مثلا دلیل نداره دیگه، داری یه عینک میدی دیگه، 60 تا قربون صدقه پشت سرش میچسبونه. حالا مدل لباس و مدل مو، هر زنی میدونه مردش مثلا چه مدل مو چه مدل لباس و اینها رو میپسنده. حتما صحبت کردن دیگه، صافر یا مدل لباس مثلا قبلا بهش گفتی قرمز بدون، خب ولی همیشه که رعایت نمیکنن چون همیشه قرار نیست که اینا بخوان. خب اون روزی که خودش بخواد دقیقاً اون رنگ لباس، مدل لباس و مدل مویی که تو دوست داری خودشون رو دیزاین میکنن. زنا اینجور مواقع یه چیزایی رو بهونه میکنن که کنارت، که پیشت بشن، نزدیکت بشن. میره موبایلشو برمی‌داره میاره یه چیزی بهتون نشون بده، خودشو بچسبونه و بشنش. خلاصه یه کاری میکنه که تو به خودت نری به کارهای خودت سرگرم بشی یا حواست پرت بشه یا بخوای بری مثلا تو اتاق بشینی یا یه ذره اونورتر بشینی بری تو گوشی خودت. نه، راحتت نمیذارن. یه کاری میکنن که برای یه چیز برای تعریف پیدا میکنن که باید حواست باشه، گوشیشون رو برندارن چیزی نشون بدن. بخاطر یه کاری میکنن که دور و برت باشن، چسبیده بهت باشن. کاری نمیکنن، اون فقط هستن. تو باید یه کاری کنی، تو باید شروع کنی. حالا در نهایت اگه همه این کارها رو زن کرد و تو متوجه نشدی، که من از نظر ما خانم ها الان تو مقصری، عصبانی شدیم که چرا متوجه نمیشی، این همه علائم داریم میدیم، زن شروع میکنه به غر زدن. آره غر میزنه، هیچ دلیل نداره. اونجایی که میبینی یه زن الکی داره غر میزنه، به ترک دیوار غر میزنه، غر داره کلن ولی دلیل خاصی نداره، اتفاق خاصی هم نیفتاده، بدون که شما باید یه چیزی رو متوجه میشدی، میرفتی جلو لمسی بغل چیزی نکردی، حقت الان غر و دعوا باشه. این منطقه اکثر خانم هست. ببین خانم‌ها اینجور موقع دست خودشون نیستا. اینجوری نیست که برنامه‌ریزی کنن که خب من این حرکتا رو میکنم، اگه فهمید که فهمید، اگه نفهمید شروع میکنم غر زدن و اینا ناخودآگاهه. خب زن اون تمایلاتو داره، نگفته، تو هم متوجه نشدی، ناخودآگاه سیستم اعصاب روانش و اینا میریزه به هم، نمیدونه چیکار میکنه دیگه. یعنی دست خودش نیست، اینطوری نیست که برنامه‌ریزی شده باشه. خب اینا نشونه هاییه که اکثر خانم ها بسته به شخصیتشون اکثر این نشونه ها رو موقعی که رابطه جنسی رو میخوان، تمایل دارن، به شما نشون میدن. اینا رو بلد باشی، توجه بکنی و نشونه ها رو دریافت بکنی، یه رابطه جنسی فوق‌العاده خوب رو میتونی تجربه کنی. چون میدونی که وقتی خود خانم بخواد اصلا استارت با زن باشه، میتونه یک هیجان خاصی تو رابطه بیاد. اما اگه اینا رو ندونی، توجه نکنی، زبان بدن، صدای لحن، فلان اینایی که بهت گفتم رو ندونی، این فرصت رو تبدیل میکنی به بحث و دعوا و اعصاب خوردی. پس ببین چه خوبه، چقدر این ویدیو با ارزشه. پس این ویدیو رو که تا اینجا بودی گوش کردی با ارزشه، نباید لایک کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، نکاتی داشت، لایک بده به ویدیوی من. و اینکه میخوام بهت بگم که شما رو توی ویدیوهای بعدی میبینم.